صحنه 6 ایون سال 2022 در کانال پرویز تv نوار نشر گردید که در آن مناقشه و زیر التکوب قرار گرفتن یک نفر راننده автомاشین مسافربر از جانب گروه اشخاص این نکات یافته است. کاربران شبکه‌های اجتماعی از میلیسای دوشنبه درخواست نمودند که نسبت جوان ویران کننده ترتیبات چاره‌های تاثیررسانی قانونی اندیشیده شود. در نتیجه پیشبرد یک قطار چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی نفران قانون شکن معین و دستگیر کرده شده به مقامات میلیس دسترس گردیدند. اینها شهروندان قلندر سوراب سال تولدش 1995 ساکن شهر دوشنبه، نویه اسماعیل سامونی راننده автомاشین تمغه اوپل استرا رقم قید دولتیش 6767XH01 قلندرов جهانگیر سفرویچ سال تولدش 1991 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه دهنوک بالا عبیدالله نیکروز سال تولدش 1993 استقامت کننده نویه ورزاب دهه چغتای می باشند. ضمن سنجش معین کرده شد که نامبردگان صحنه 6 ایون سال جاری تقریبا ساعت 19:40 دقیقه هنگام حرکت از سمت کوچه جبور رسولوف به سمت کوچه باباجان غفوروف به سبب مانع ایجاد نمودن به حرکت آنها راننده ماشین تمغه خوندای سالیاریس رقم‌های قید دولتیش 9132 05 نصرالدینوف سعدی سال تولدش 1982 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه دهه بالا را مورد التکوب قرار دادند. در نتیجه نصرالدینوف جراحت جسمانی برداشته حالا در بیمارخانه بستری می باشد. وابسته به حالت مذکور نسبت گمانبران طبق طلبات ماده 237 قسم دوم کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده مورد تفتیش قرار دارد. به 3 نفر دستگیر شده بر اساس این بند قانون برای اوباشی گروهی همچون جزا و جریمه به مبلغ از 1000 تا 2000 نشان دهنده برای حسابها و یا تا 5 سال زندان تهدید میکند.